سلام، خوش اومدین به 19مین قسمت پادکست گپ تایم. من علیم. منم غزال و این هفتم با یه دونه موضوع جدید و جالب داریم خدمتتون میرسیم که البته واسه این من یه نظرسنجی کوچولو گذاشتم، چون که 2 از موضوعا بودش که برای جفتش مثلا احساس کردم آماده ایم، که یکیش هم مرلین مونرو بود که پیشنهاد یکی از بچه هم بود از توی اینستاگرام پیج، و یکی هم همین تناسخ که اونم خیلی وقتی که توی لیستم بود، بعدم دیدم دوباره پیشنهاد اونم شد، واسه همین می‌خواستم زودتر یکیشو انتخاب کنم. حالا خلاصه اومدم براش رای‌گیری گذاشتم توی پیج و خیلی نزدیک بودم، ولی اول تناسخ بیشتر رای آورد، واسه همین گفتم بذار اول اینو انجام بدیم و بعدش میریم راجع به اینکه مرلین مونرو چجوری کشته شد یا اصلا خودکشی کرد. حالا مثل قسمت‌های مایکل جکسون و بریتنی اسپیرز. آره دقیقاً مثل همونا. کلاً ما هر چند وقت یه بار، حتی کارداشیانا هر چند وقت یه بار یه سلبریتی و اینا هم دوست داریم راجبش بحث کنیم، به خاطر اینکه اونا خودشون خیلی برای همه جالبن، چون یه آدمیه که کل دنیا میشناستش و میتونه خیلی اینفلوئنس و اثر زیادی روی طرز فکر مردم، روی خیلی هر چیزا داشته باشه. برای همین همیشه خیلی جزء از موضوع جالب. حالا بریم سراغ موضوع این هفته. قبلش می‌خواستم اینو بگم، من یه پیجی رو فالو میکنم که خیلی اتفاقی احساس کردم که هر از گاهی آی جی تی وی های فارسی به خیلی شبیه موضوعی که ما راجبش حرف زدیم تو گپ تایم میتی، گفتم ای چه جالب، مثلا خوشم میاد میبینم که مثلا رلوونته چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم، چیزی که مردم دوست دارن راجبش، مثلا ویدیو درست میشه و اینا. بعد یه چیزی که خیلی توجهم جلب این بود که سیمپسونز که اومد بیرون، یعنی اپیزود قبلی ما که راجب پیش بینی سیمپسونز بود اومد بیرون، پشت بندش یعنی قشنگ فرداش مثلا یه چند ساعت بعد از اون من دیدم که آی جی تی وی پیش بینی های سیمپسونز رو شیر کرده. بچه‌ها میدونستین که مثلا خیلی سیمپسونز اومده این کارو کرد و خیلی هم اهل پادکست هستش، یعنی خیلی راجبش زیاد صحبت میکنه، واسه همه آدم همچین حدسی میزنه. بعد دقیقاً تا من رای‌گیری تناسخ مرلین مونرو رو گذاشتم و بودم میخوام راجع به تناسخ یه آی جی تی وی 10 دقیقه‌ای راجع به تناسخ، و دقیقاً هم تایتلش همین بود که تناسخ بعد از مرگ کجا میریم. من دقیقاً توی چیز اینطوری نوشته بودم، چون نمیخواستم مثلا سوء تفاهم بشه تو معنی تناسخ، میخواستم حدا بزنم که بعد از مرگ کجا میریم که معلوم باشه. بعد دقیقاً دیدم چه جالب تایتل اون ویدیو هم همینه. حالا اگه اتفاقی باشه خیلی اتفاق بامزه‌ایه، من برای خودم جالب بود که از نظر تایمینگ چقدر به هم شبیه، که مثلا تا یه موضوع یه چیزی بود من دقیقاً همزمان توی یه دونه پیج دیگه هم دارم موضوعشو میبینم که حالا بال بود دیگه. البته من ویدیو رو نگاه نکردم چون کلا چیزای فارسیه که مربوط به خودمونه رو سعی میکنم اصلا نگاه نکنم، چون احساس میکنم آدم ممکنه ناخودآگاه مثل اونا صحبت بکنه، بعد اون سوء تفاهم کپی و اینجور چیزا باشه، واسه همین ترجیح میدم مدل خودم تحقیق بکنم. حتی خیلی وقتا برام بچه‌ها چیز میفرستن، ویدیوهای ترجمه شده شینو برام میفرستن. ترجمه شده؟ شینا تو یادته من چجوری نه؟ من فکر کنم تمام این ویدیوهای کانسپیرسی تئوری، چون از اول پادکستم خیلی بهش اشاره کردیم، البته موضوعی که اون اوایل صحبت می‌کردم بیشتر چیزایی بود که تو ویدیوهای شین بود، این چیزایی که اخیراً بوده ربطی نداره، بیشتر چیزایی که خودم مثلا مقاله و اینو سعی کردم ازش پیدا کنم، چون خیلی سرعت تحقیقم رو بالاتر میبره وقتی که میخونم تا اینکه بخوام بشینم ویدیو نگاه بکنم، اونطوری خیلی بیشتر طول میکشه، چون مثلا ویدیو ممکنه نیم ساعت ویدیو باشه ولی یه رو چیز مفید توش داشته باشه. آره خب برای همین مثلا تو پادکست من سعی میکنم سری برم سر اصل مطلب. مثلا یه سری پادکست دیگه که نگاه میکنم میبینم که مثلا چند دقیقه قشنگ اولش وقت میذارن یه حال احوال میکنن، مثلا چطوری خوبین، ما هم خوبیم، ولی من احساس میکنم که ممکنه حوصله سر بره، سعی میکنم سری برم سر اصل مطلب. این دفعه بکنم طولانی ترین وقتیه که گذاشتیم تا برسیم به موضوع اصلی. حالا این قضیه چیه؟ ری‌اینکارنیشن یا همون تناسخ به معنی انتقال روح، و یا اینکه بعد از اینکه ما میمیریم چه اتفاقی میفته و اینکه اصلا از کجا اومده. من اول یه توضیح کلی راجع به معنیش میدم، یه توضیح کلی راجع به اینکه اصلا از چه دینی اومده، از کجا اصلا یه همچین چیزایی هست، و بعدش میخوام یه سری مثال بدم که این اتفاق افتاده، یعنی یه کسایی که انتقال روح شده و ما فهمیدیم. یعنی دوباره یارو به دنیا اومده و یادشه که تو زندگی قبلی کی بوده و واقعا هم it checks out، یعنی رفتن درست کردن اومدن تحقیق کردن، چون آدمایی هستن که کاملا رو اینجور چیزا تحقیق میکنن که حالا به اونجا برسیم بهتون بیشتر میگم. اپیزود مثبت 18 نیست؟ اگر نظر ترسناکی منظورته، نه قرار نیست ترسناک باشه، فقط من میخوام قبلش بگم که
هیچ توهین و اشاره و طرفداری از هیچ دینی قرار نیست بشه. کاملا یه اطلاعات کاملا بی‌طرفه است و من اینجا توی دانشگاه مجبور بودم که یه سری کلاس‌های عمومی بردارم برای لیسانس، هر چی رشته‌ت باشه یه سری کلاس‌های عمومی برداره و من یک کلاسایی که برداشته بودم تو قسمت همین علوم انسانی دین‌های دنیا بود، World Religion بود اسمش و بودا و هندو و مسلمون و مسیحی توش بود و یکم راجع به زرتشتی اولش صحبت می‌کرد و این استاد خیلی قشنگ و بی‌طرف فقط اطلاع رسانی می‌کرد و منم سعی می‌کنم اونو همش یادم بره و کاملا بی‌طرف یه اطلاع رسانی بکنم، چون من با یه مغز و فکر کاملا باز قشنگ بشینین به هولری کمربنداتونم ببندین و فقط یه سری تئوری رو با ما میتونین گوش بدین. اینا چیزاییه که هیچ موقع نمیشه ثابت بشه، فقط به باور خود ما برمیگرد، اینکه ما کدومو بیشتر باور میکنیم، با کدوم بیشتر ارتباط برقرار میکنیم. برای همین تا موقعی که راجبشون صحبت میکنیم فقط میتونیم بهشون بگیم که تئوری و اینکه یافته هایی که تا الان بوده، حالا یه جورایی بعضی ثابت شده، یه جورایی بعضی ثابت نشده. درست. کلا رینکارنیشن یا همین تناسخ بیشتر از توی دین هندیا و بوداها میاد. خب در واقع خود بودیزم، یعنی خود بوداها هم اول از هند شروع شدن و بعداً رفتن به تایلند و تبت چین و جاهای مختلف و خیلی مدل مختلف بودایی داریم، خیلی مدل مختلف هندو هم داریم. ولی یه سری چیزایی هستش که با هم دیگه مشترکن، اینه که به کارما اعتقاد دارن، به دارما اعتقاد دارن که حالا توضیح میدم اینا رم. آره، به کارما اعتقاد دارن، به دارما اعتقاد دارن و به ری‌اینکارنیشن اعتقاد دارن و به طبقه کلاسی هم اعتقاد دارن. طبقه بندی از نظر این که خاصی از این هندوها هستن که اینجوری میکنن، بودیسم یا هستن که اینجوری میکنن، یا همه بودیسم؟ نه این جزء پایه‌های دینشونه. هر دینی یه سری پایه‌هایی داره و اینم جزء یه سری از پایه‌های دین هندوها و بودیستاه و قضیهش اینه که کارما رو کلا قبول دارن به خاطر اینکه اوکی بذار اینطوری توضیح بدم که هندیا میان میگن که ما تو هر مدل زندگی که به دنیا بیایم تو همون مدل زندگی میمونیم، یعنی اگه یه نفر کارگر به دنیا بیاد همون کارگر میمونه. دارمای این آدم میشه این که کارگره و باید در راستای این که بهترین کارگر باشه، آدم درستی باشه، دزدی نکنه، کارشو ادامه بده و اگه خوب این کار رو رعایت بکنه بعد از اینکه بمیره کارمای خوبی جمع کرده و برای همین میتونه توی یه لول بالاتر بیاد. و تو هر چی که تو لول بالاتری اومده باشی یعنی اینکه روح خوبی داشتی. یعنی اصلا اینطوری نگاه نمی‌کنن که یارو خوش شانس بوده، باباش پولدار بوده، نمیدونم چیزای این مدلی. یعنی میگن تو از اول یه پرپز خاص خودت داشتی ولی اون هیچ ربطی نداره، توی هر چیزی که هستی باید خوب باشی، آدم درستی باشی و طبق اون پوینت میگیری، حالا مثلا بهتر دارمای تو اونه و تو با رعایت کردن دارمات یه کارمای خوب برای خودت جمع میکنی به امید اینکه تو زندگی بعدی بهتر بیای و اگه آدم بدی باشی میتونی خیلی چیزای بدی بده، میتونی سوسک برگردی، میتونی موش برگردی، یا مثلا مسخره میکنن میگن تو مثلا این کارو نکن دفعه دیگه توالت دستشویی مثلا برس توالت برمیگردی، مثلا چیزای خیلی خیلی بد. و واقعا به این اعتقاد دارن که هرچی بدتر باشه تو بدتر برمیگردی و هرچی بهتر باشه، یعنی تو باید مواظب کارمات باشی وقتی داری زندگی میکنی. چون که قشنگ و میگن که حتی تو همون موقع هم نتیجهشو میتونی ببینی. مثلا کارما خیلی زیاده، همش راجع به کارما میگن what goes around comes around که فکر کنم فارسیش هم میگیم از ماست که بر ماست، که بخوایم همون مدلی شاعرانه what goes around comes around رو ترجمه بکنیم. بعد که خب یعنی همون کاری که خودمون کردیم یعنی داره سرمون میاد، یکی کارما هم همون میشه که مال بودیستا هم دقیقاً همین قضیه است. به جز قضیه دارما، بودیستا دارما رو به عنوان این قبول دارن که یه سری کاراییه که ما همه باید انجام بدیم و ما همه وظیفه داریم که این کار رو انجام بدیم، که حالا من به اونا هم میرسم واسه اینکه بعداً بتونیم یه آدم بهتری به دنیا بیایم که خیلی داستانای جالبی داره. آره، حالا کلا هندیا میگن که ما بدنمون 5 بعدیه. از این 5 تا بعد 3 بعدش فیزیکیه، یعنی همین وجودی که داریمه، و 2 بعدش غیر فیزیکیه. اون 2 بعدی که غیر فیزیکی حساب میشه همونیه که ما بهش میگیم روح. به عنوان روح شناخته میشه و ما کارمامون چیزیه که اون روح رو شکل میده. بدن ما یه چیزیه که ما فقط از این زمین اجاره کردیم و بدنم باید بهش پس بدیم.
فقط هم اونو بهش پزه و هیچ چیزی با خودمون نمیتونیم ببریم. که مسخره هم مثلا میکنن که مثلا مصری‌ها با طلا و جواهراتشون خواستن خاک بشن ولی طلا و جواهراتشون موند، فقط خودشون رفتن. که البته خب اونم واسه اونم پادکست داریم، بریم ببینید. فکر کنم قسمت 4 باشه، یا آره فکر کنم قسمت 4 باشه، قسمت مصر. و وقتی که تو از این دنیا میری، بدن تو میذاری و روح تو میره. خب اگه تو روح خوبی باشه، کارماش درست باشه، کارمای اینتنسی نداشته باشه، سریع بدن دیگه پیدا میکنه و دوباره به دنیا میاد. یعنی ممکنه تو فاصله چند ساعت پیدا بکنه، به شرطی که تو به مرگ طبیعی بمیری، نه به یه مرگ غیر طبیعی یا ناگهانی. واسه همین میگن نباید به قتل برسی، نباید خودکشی کنی، نباید هیچ فرم دیگه، هیچ فرم تصادفی دیگه ای نباید کشته بشی. اگه تصادفی تو یمنی اینطوری نیستش که بگن هر طوری مردی بخت و اقبالت بوده. باید نشرالی بمیری. اگه اما پیرشی همونجوری بمیری. و پیرشی میگن، یعنی وقتی که ما میگیم که that's the best way to die because he died peacefully in his sleep because that's when به خاطر اینکه وقتی که میگیم یه نفر با آرامش توی رخت خوابش خوابیده دیگه هم بیدار نشده، واسه اینه که روحش به سرعت تونسته یکی دیگر رو پیدا بکنه و یه بدن جدید پیدا کرده و دوباره به این دنیا برگشته. کارمای خیلی خوب و تمیز و ساده ای داشته. ولی وقتی که یه نفر در اثر خودکشی و اینا میشه، کارماش انقدر اینتنس شده که نمیتونه یه بدن دیگه پیدا بکنه، هنوز آماده نیست، چون کارش نصفه مونده، نتونسته دارماشو تموم بکنه و اونا میشن چیزی که ما بهش میگیم روح، گوست، همون که تو هوا میچرخن، آدم ازش مثلا میترسه. تو خیلی از دینا هم بهش اشاره میشه. چه خفن شد. خیلی به من حالا تحقیق راجع به این قضیه. این یکی از موضوعاییه که دوست دارم. اگه باشه من هر از این کلاس میمادم خیلی راجع بهش حرف می‌زدم، چون واقعا خیلی برام اینجور اصلا کاملا یه دید دیگه ای دارن. یه چیز جالب دیگه راجع به هندیا که ما خیلی اشتباه فکر میکنیم اینه که خیلی آدمای بت پرستی ان، در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. هندیا درسته که مجسمه درست میکنن و واسه اون مجسمه ها رو در واقع میپرستن، ولی قضیهش اینه که هندیا معتقدن که هر چیزی خدای خودشو داره. خدای عشق داریم، خدای غذا داریم، خدای پول داریم، خدای مختلف داریم و اینا میان یه سمبولی از این خداها درست میکنن به عنوان همون که ما بهش میگیم بت و جلوی این سمبولا میان دعا میکنن، چون جهت خاصی براش ندارن. مسیحی‌ها میان خیلی وقتا به کشیششون، یعنی همون جایی که تو کلیسا وایسادن جلوی کشیششون، مسلمونا روبروی مکه و اینا هم این مدل، یعنی مثلا هر کسی یه فرمی واسه خودش داره که بیاد بگه که به کدوم جهت به چه چیزی بخوان در واقع عبادت بکنن و برای اینکه اینو نشون بدن که بت پرست نیستن، یه فستیوال خیلی بزرگ دارن که جمع میشن و این تمام اینا رو میشکونن. تمام اینا رو میشکونن میندازن برای اینکه بگن اینا خدا نیستن، ما میدونیم اینا مجسمن، ولی در آن واحد توی تمپلاشون، توی معبداشون اینا رو توی بعضی از مدل‌های هندیا با شیرای خیلی گرون، با عسل اینا رو میشورن، میان واسهشون عبادت میکنن، اصلا خیلی بزرگی واسه براش غذا میذارن که حتی این کارو خیلی وقتا واسه یه انرژی بدم انجام میدن. توی سنگاپور خیلی وقتا کنار خیابون غذا میذاشتن، غذا در واقع میوه میذاشتن، میوه میذاشتن که مثلا این میوه رو برداره که با خود آدما کاری نداشته باشه، که هر موقع یه نفر فوت کرده بود براش یه جا درست کرده بودن، جلوی اینجا مثلا یه همچین چیزی میذاشتن، همین میوه و اینا، و کلا خیلی به این قضیه اعتقاد دارن. یه جور قشنگ دیگه هم که اینو توضیح دادن که ما بدنمون با خودمون فرق میکنه این بود که تو الان چشماتو ببند، من دیگه نمیبینی، دور و برت هم دیگه نمیبینی. این به این معنی نیستش که تو وجود نداری، ولی وقتی چشاتو میبندی فقط سیاهه، پس تو دیگه بدنت نمیتونه اینجا رو ببینه. تو فقط یه راهی داری که بتونی این دنیا رو ببینی و وقتی که چشمتو میبندی مثل این میمونه که دیگه نیستی، ولی هنوز از نظر روحی توی این فضا وجود داری. که در واقع میان اینطوری به قضیه نگاه میکنن که پس وقتی یه نفر میمیره مثل اونه که داره لباس عوض میکنه، از این تن داره میره توی یه دونه تن دیگه، لباس روحتو عوض میکنه. هر چقدر بهتر و درست‌تر زندگی کرده باشه، کارمای بهتری داشته باشه، لباس قشنگتر و بهتری میتونه بره تنش بکنه. برای همین مثلا اصلا اونایی که خیلی مذهبیان توی این راستا اصلا از مرگ نمیترسن.
خیلی هم بیشتر منتظرشن، چون که قسمت بعدیه، مرحله بهتره، میخوام برن مرحله بعدی، میخوام به دارماشون ادامه بدن. دید خیلی جالبیه. مال بودیستا فرقی که با هندیا داره بیشتر تو اینه که هندیا به نظر میاد که سعی میکنن که کارمای خوبی جمع بکنن تا دوباره بتونن بهتر به دنیا بیان، ولی مال بوداها و در واقع هدف اصلی بوداها اینه که تو دیگه به دنیا نیای. یعنی به یه درجه از عفت برسی که دیگه لازم نباشه به دنیا بیای و بهش میگن نیروانا، در واقع یه جورایی بهشتشونه. و اینه که تو انقدر با دور و برت آگاهی داری، با دور و برت آشنایی داری که میتونی تصمیم بگیری که به این دنیا برگردی یا بر نگردی. و اگه تصمیم بگیری برگردی دوباره برمیگردی همونطوری زندگی کنی، چون طوری نیستن که پولدار زندگی بکنن. تو هرچی بودای بهتری باشی فقیرتری، به خاطر اینکه یه بودا به هیچ چیزی از دنیا احتیاجی نداره، فقط خودتو لازم داری، تو به هیچ چیزی نیاز نداری. حتی صحبت نمیکنن خیلی از مانکا. زیاد دیدین اینایی که مثل ملافه نارنجی یا ملافه قرمز با دوری طلایی، لباسای این مدلی تنشونه، اونا بودا هستن. و من برای همین کلاسه یه پروژه‌ای بودش که هر کسی باید میرفت یه مکان زیارتی، یکی از مکان‌های مذهبی که به راجبش خونده بودیم، باید میرفت. مثلا واسه اون که اینجوری هم بود که اگه یکی مسیحی بود نمیتونست بره کلیسا، باید حتما میرفتش جایی که هیچ آشنایی با اون دین نداره. و منم اول فقط به خاطر اینکه ساعت معبد بوداها اصلا بهتر بود انتخاب کردم، ولی بعدن با حرفای همون بوداه و اینکه بیشتر با اونجا آشنا شدم دیدم که چقدر دین جالبی دارن و کلن اینطوری بودش که غذا هم نمیخورن و هیچ پولی اینا خرج نمیکنن، همشون توی همون معبد زندگی میکردن، بچه، آدم بزرگ، اونا همه همونجا زندگی میکردن و یک شنبه ها مردم میومدن بهشون غذا میدادن و این یه جورایی میشد حالت نذری دادن بوداها که سر یک ساعت که من برای این اونجا بودم که رأس یه دونه ساعت تمام مردم با غذا اومده بودن، صف کشیده بودن و هر کسی یه چیزی دستش بود که حتی به ماها هم غذا اومدن دادن که مثلا ما هم شرکت بکنیم توی کاری که داشتن میکردن. و هم استاد آورده بود به هر کدوم، مثلا اینجوری بود که بسته های نودل، یه دونه سیب، نمیدونم چیزایی که بتونن خیلی سریع بخورن چون یه تایم خیلی کمی دارن واسه اینکه برن غذا بخورن و دیگه چیزی نمیخورن دوباره تا اینکه آخر شب دوباره چیز خیلی خیلی کمی میخورن. یعنی در واقع اینا از هیچ کدوم از لذتایی که ما باهاش اشاره میکنیم، مثل غذا خوردن، مثل پول خرج کردن، پول درآوردن، به هیچ کدوم از اینا اعتقاد و وابستگی ندارن و قصدشون اینه که انقدر مدیتیت بکنن تا با خودشون و دور و بریاشون آشنایی کامل داشته باشن و اون موقع است که تو به بالاترین قدرت میرسی. و قضیه یوگا هم همینه که وقتی که تو یوگا انجام میدی، یکی از اصلی ترین قسمت های یوگا نفس کشیدن و حرکت کردن با کمک نفست هستش، که مثلا هر موقع داری یه کار خیلی سختی انجام میدی اون معلم یوگا میگه نفس بکش رها، مثلا like breathe through it، هی ما نفس بکش، هی سعی کن نفستو تو اونجا رد بکش، واقعا هم کمک میکنه. و میگن که انقدر تو میتونی با مغزت کنترل جمع بکنی که بتونی کارهای خیلی عجیب غریب بکنی واسه یوگا، رو سرت وایسی، نمیدونم کارهای مدلی بتونی انجام بدی و این آگاهی هستش که از خودتو دور و برت در میاری و کم کم از چیزای بی‌معنی فاصله میگیری. این همون سلف اویر هست. آره، که تو کاملا به سلف اورنس کامل که برسی، یعنی وقتی که خودتو خیلی خوب بشناسی، اون موقع است که میتونی وارد نیروانا بشی، بری بهشت و دیگه لازم نیست به این دنیا برگردی. یعنی در واقع واسه یه بوداها این که به این دنیا برنگردی یه انتخاب خوبیه، یعنی هدفشون تو زندگی اینه که بعد از مرگ بری نیروانا، دیگه لازم نباشه بیای اینجا، چون این زندگی نیست، تو فقط داری به دنیا میای و از این دنیا میری و دوباره هی به دنیا میای تا اینکه بتونی خودتو بشناسی، به سلف اورنس برسی و آرامش ابدی پیدا بکنی. من با اینکه خیلی از طرز فکراشون رو دوست دارم که حالا مثلا اگه وقت اومد میتونم دو تا از مثالاشو بدم چون خیلی مثالای قشنگی دارن. یکی از مثالاشو بگم اینه که مثلا میگن که طرز فکر شرقیا با غربیا اینطوری خیلی قشنگ مشخص میشه که اگه بیان به یه دونه پادشاه، مردم یه دونه شهری همش دارن راه میرن، کفش نبوده اون موقع، هنوز به کفش درست کردن نرسیده بودن،
پاشون زخمی میشه، میرن سراغ پادشاهه، میگن که ما پامون داره زخمی میشه، یعنی چی؟ یه کاری بکن، یه فکر بکن. 2 تا بهش میان نصیحت میکنن. نصیحت اول اینه که تمام گاو و گوسفندا رو بکشین، کل کینگدامو چرم بکنین، در واقع فرشش کنین کل کینگدامو، که همه بتونن پا برهنه راحت راه برن، پای هیچ کسی اذیت نشه. نفر دوم میاد میگه که نه، هر کسی اندازه پای خودش چرم بگیره و بپیچه دور پاش و راه بره که پاش اذیت نشه. و میان میگن که این طرز فکر غرب و شرقه، به خاطر اینکه توی کشورهای غربی به خصوص مثلا میان میگن همین آمریکا، انگلیس، کشورهای این مدلی بیشتر دارن سعی میکنن که کل دنیا رو درست کنن، همش تو فکر اینن که دنیا رو درست کنن. مثلا اگه یه جا کمونیستن بلند میشن برن کمونیستا رو بندازن بیرون، اگه یه جا داره جنگ جهانی دوم اتفاق میفته برن جنگ جهانی دومو استاپ بکنن، کارای این مدلی انجام بدن. ولی شرقی‌ها طرز فکرشون اینجوریه که هر کسی باید به فکر خودش باشه. من دارم پامو میبندم که روی اینجا راه برم، پام زخم نشه، به من ربطی نداره که بخوام کل دنیا رو فرش بکنم که پای بقیه زخم نشه. یه سری طرز فکرهای خیلی عمیق این مدلی دارن که واقعا خیلی میتونه واسه خوندن و اطلاعات عمومی میتونه خیلی جذاب بکنه. ولی مدل زندگی کردن و طرز فکرشون هم بازم یه جالبی دیگه داره که حالا یکی از مثالایی که واسه همین تناسخ دارم، بزرگترینش برای خود همین دین بوداها هستش که واسه دالی لاماه. دالی لاما؟ آره دالی لاما، بخاطر اینکه تو شعر زد بازیه میگن دالای لاما، بهش میگن دالای لاما توی اون چیز اشتباهه، در صورتی که دالای لاما نوشته میشه ولی دالی لاما بهش میگن، که توی هند الان زندگی میکنه، که حالا به اون میرسیم چون خیلی جالبه مثالش، گذاشتم واسه آخری بمونه. هیچی دیگه، کلا قضیه انتقال روح و اینا اصل کارش از اینجا میاد. توی دینای دیگه هم ممکنه بهش اشاره شده باشه، مثلا میگن که توی انجیلم، در واقع توی اینجا کلا به انجیل و تورات میتونی بهشون بگی که نیو تستمنت and اولد تستمنت، یعنی در واقع ورژن جدید تورات میشه انجیل و ورژن قدیمیش هم همون تورا میشه، که اینا این مدلی همش اینجا بهش اشاره میکنن و میگن که مثلا که توی اولد تستمنت یه اشاره‌ای هستش. که حالا همین قضیه اینا هم جالبه، همین یهودی‌ها و مسیحی‌ها که اصلا کلا دین مسیحی چجوری اومده، واسه همین به اون کتاب میگن مدل قدیمی به این میگن، که چون خیلی این دینا به هم در واقع ربط دارن. که حالا اونم اگه یه موقع دوست داشتین راجع به دینای مختلف بزرگ صحبت کنیم بهمون بگین، هیچ وقت چیزی نبوده که توی برنامه‌ام باشه واسه پادکست، چون که نمیدونم برای همه جذاب باشه یا نه، من خودم برام جالب بود. حالا الانم به بحثمون ربط داشت، ولی حالا اگه خواستیم ما بیشتر راجع به این توضیح بدیم حتما بهمون بگین. ولی آره خلاصه میان میگن که تو دینای دیگه هم بهش اشاره شده، تو فرهنگای دیگه خیلی بهش اشاره شده، یه سری هستن که خیلی بهش اعتقاد دارن، یه سری هم هستن که کلا بهش اعتقاد ندارن. و با اینکه این همه آدمای زیادی هستن، محققای زیادی هستن که روی این قضیه جدی دارن تحقیق میکنن، یه سری از دانشمندا و اینا هنوز هستن که میان میگن نه همچین قضیه‌ای وجود نداره. و به خاطر اینکه خب دانشمندا هر چقدر که میخوان مغز ما رو باز بکنن که ما با فیزیک زمین و اینجور چیزا بهتر آشنا بشیم، خودشون خیلی مغزشون بسته است وقتی که یه سری از بحث‌های این مدلی میاد. ولی حالا گفتم اینم بگم که دیده کسایی که خیلی علمی به قضیه نگاه میکنن هم خیلی نسبت به انتقال روح و اینا ممکنه مثبت نباشه، چون کلا اونا یه سری از یا بعد چپ باشه یا بعد راست باشه، مثلا خیلی مثلا به وسطش اعتقادی ندارن. پس چیزی که تا الان یاد گرفتیم اینه که اگه یه نفری از این دنیا بره، قضیه انتقال روح اینه که روحش از بدنش جدا میشه و طبق زندگی که داشته یه بدن دیگه پیدا میکنه و دوباره به همین دنیا برمیگرده و این روال همینجوری ادامه داره. که یه سری قبول دارن که این روال انقدر ادامه داره که تو دارماتو درست انجام بدی، کارمای خوبی برای خودت جمع بکنی و بتونی به یه لول خیلی بالایی برسی، مثلا شاه به دنیا بیای دفعه بعدی. میدونی یعنی هی بهتر و بهتر شه. بعد تو هند انقدر طبقه فقر زیاده، مثلا میدونم تو کشور خودمون و خیلی کشورهای دیگه همون مدلیه، ولی من احساس میکنم تو هند چون پولدارترین آدم هندی خیلی پولدارتر از بیشتر از آدمای هندیه. یعنی اصلا انقدر آدمایی که فقیرن تو هند و واقعا تو خیابون و اینا دارن زندگی میکنن تعدادشون خیلی زیاده، ولی قشنگ از نظر فرهنگی بیشترشون اینطوری قبول دارن که خب این الان من باید اینجوری زندگی بکنم که وقتی به دنیا میام من پولدار به دنیا بیام، این مدلی میام بشه. که حتی تو سریال بیگ بنگ تیوری هم یه تیکه اون کاراکتر هندیه پسر یه دونه تیکه میندازه، میگه که ما توی هند
به آدمای بدون پولمون این اجازه رو نمیدیم که فکر و خیال داشته باشن. In India we don't let our poor people have dreams، یه همچین چیزی که واقعا برمیگرده به همین قضیه. چون که خب تو یه کارگر به دنیا اومدی، بعد کارگر بمونی تا اینکه ببینیم چی میشه. که خب ما میبینیم اینطوری نیست. خیلی ها هستن که میتونن خودشونو تغییر بدن. خیلی از آدمای گنده‌ای هستن. جف بزوس توی ماشین نشسته، طراحی کرده برنامه آمازونو و توی مدت زمانی که داشته از نیویورک تا سیاتل زنش رانندگی میکرده تمام بیزنس پلن آمازون رو میاد طراحی میکنه. یا مثلا مارک زاکربرگ از یه دونه پروژه مدرسه به یه همچین جایی میرسه، پروژه دانشگاه هاروارد در واقع، نه مدرسه، از پروژه دانشگاه هارواردش به فیسبوک و اینجور جاها میرسه. و خیلی از آدمای دیگه که از هیچی شروع کردن و خیلی تونستن موفق بشن که حالا نمیدونم اونم بحث خودشو داره. خیلی از جمله فالوورای خودمون معتقدن که تو همه اینا یه دستی هست و همه تصمیم گرفتن که این اتفاقا بیفته، کی معروف بشه کی نشه، که اونم باز به فقط یه تئوری ایلومیناتی برمیگرده که واسه اونم به موقعش یه پادکست حسابی داریم. 100%. سوال دیگه راجع به انتقال روح نداری؟ برم روی مثالاشو توضیح بدم؟ نه دیگه توضیح دادی از کجا میاد، از چه جوری انجام میشه، حل. آره چیزایی که خودم راجبش میدونستم و کامل توضیح دادم. و اگه با سوالی چیزی هستش من همیشه توی همه اینستاگرام و اینا هستم که جواب بدم. کامنتاتون توی ساوندکلاود میبینم. مرسی. اجازه نمیده لایک کنم که خیلی چیز رو اعصابیه، چون لایک کردم من ازم خیلی چیز خوبیه که بتونی کامنت و لایک کنی، نشون بدی که من کامنتو خوندم. مرسی. ولی کلا یکم پلتفرمش با بقیه جاها فرق میکنه. ولی مرسی از ساپورتتون. حالا بریم روی مثالای انتقال روح و ببینیم که اصلا ما چرا باید باور کنیم که این اتفاق میفته. چون که من براش مدرک دارم، مدرک‌های خوبم دارم که ثابت بکنه یه سری از این آدمایی که میخوام الان راجبشون صحبت بکنم زندگی قبلشون رو قشنگ یادشونه و اینکه کاملا میدونن قبلا کی بودن و الان این آدم به دنیا آمدن. اولین مثالی که دارم برای یه دونه پسر 3 ساله سوریه‌ایه که توی یه شهری توی سوریه به دنیا میاد که اتفاقا مثل این که خیلی به این قضیه ها اعتقاد دارن و این بچه‌ها کاملا ادعا میکنه که زندگی قبلیشو یادش میاد. که این کیسای اینطوری همیشه توی بچه‌های سن پایین بیشتر دیده میشه، به خاطر اینکه میگن وقتی که آدم بزرگ میشه دیگه یادش رفته. هیچ وقت هیچ بزرگسالی نمیاد ادعا بکنه یه نفر رو میشناسه. همیشه این قضیه توی بچه هاست. یعنی هر کدوم از این کیسای این مدلی که تناسخ اتفاق افتاده و طرف یادشه، همیشه یه دونه بچه خیلی سن پایینه که ادعا میکنه که یه سری چیزا یادشه یا مثلا کابوس دیده. که این پسرم دقیقاً همین بوده که یه دونه از این خالای هستن که وقتی آدم باش به دنیا میاد مثل که مثلا حالت ماه گرفتگی هم بهشون میگن، ولی خب خیلی هاشون ممکنه وقتی که بزرگتر میشه از بین برن. و این بچه یه دونه خط صاف روی صورتش بوده و ادعا میکنه که این خطه واسه اینه که یه نفر با تبر کشتتش. وقتی که اینا میان این قضیه رو به همون بزرگ سالا، همون الدرای روستاشون میگن، اینا این پسر رو ور میدارن به همون جایی که ادعا میکنه که ازش اومده و به محض اینکه میرسن اونجا میگن پسر کل اونجا رو میشناخته و تا میرسه اسم خودش هم یادش میاد. وقتی که میگه اسمش چی بوده، یعنی زندگی قبلی اسمش چی بوده، وقتی که میگه اسمش چی بوده اینا میرن پرسجو میکنن و مردم میگن آره ما این آدم رو میشناسیم ولی 4 سال ندیدیمش. این پسر 3 سالشه. میگن این آدم 4 سال پیش گم شده و هیچ کسی ازش خبر نداره. این پسر میگه قاتلش کی بوده، میرن قاتله رو پیدا میکنن. وقتی که قضیه رو بهش میگن ادعا میکنن که قاتل خیلی ترسیده ولی گفته که نه کار من نبوده، این چرت و پرتا چیه، بریم پی کارت. پسر یادشه که کجا خاک شده، چون که همونجا هم یارو کشته، یعنی مثلا یه جا کشتتش همونجا هم مثلا که برام داره خاکش میکنه. اینا بلند میشن میرن اونجا تبره رو پیدا میکنن. پسر داشته ادعا میکنه که با تبر مرده، تبره رو پیدا میکنن و همونجا شروع میکنن میگردن زیر خاک و جسد یارو رو پیدا میکنن که یه اسکلتیه که دقیقاً همون جایی که پسر خال داره جای تبر خورد. خیلی ترسناک شد دیگه. این توی جاهای خیلی درست حسابی من خوندم قضیه اینو و سایت های الکی و زرد نبوده. میتونم توی استوری اسمشو بذارم که اگه دوست دارین خودتونم برین سرچ کنین. ولی اصلا اگه همین سرچ کنین که boy with axe birthmark reincarnation
یعنی پسری که با جای تبر به دنیا اومده و کلمه تناسخ بذارین تمام مقاله ها واسه‌تون میاد و این یکی از اولین داستانایی بود که خیلی حواس منو به این قضیه جمع کرد. ولی خب همیشه آدمایی هستن که اینجور موقع میگن از کجا معلوم راست بگه، که منو میرسونه به مثال بعدی که اونم یه دونه پسریه که ادعا میکنه که توی جنگ جهانی دوم یه دونه خلبان بوده و توی هواپیما کشته شده. حالا قضیه اینطوریه که اینطوری نیست که پسر خودش همه اینا رو یادش بیاد. یه پسر 5-6 ساله است که همش تو خواب میپره، داد میزنه که هواپیما مثلا پلین کراش سقوط هواپیما که خانواده‌اش متوجه نمیشن که منظورش چیه، یا اینکه میگن وقتی خیلی سنش پایین بوده بابای مثلا با داشته باش هواپیما بازی میکنه، مثلا برمیگره میگه این زیریه یه بمب، پسر میگه نه این بمب نیست و اسم مکانیکی اون قسمتو میگه. یه بچه کوچیک، یه چیزی که مثلا یه بچه 3-4 سال نباید اصلا بدونه چیه. یا اینکه مثلا توی تلویزیون یه بار داشتن یه چیزی نگاه میکردن اسم یه هواپیما بوده، یارو میگه که این مدل این هواپیما مثلا مدل A، پسر میگه نه اشتباه میگه مدل B، بعد انقدر گیر میده اینا میرن مثلا کتاب میارن یا بعدا میرن نگاه میکنن میبینن که نه درست گفته هر 2 دفعه مثلا چیزای این مدلی رو. و مثلا اینکه وقتی که 16 ماهش بوده مثلا 1 سال و نیمش بوده برمیدارن میبرنش موزه جنگ جهانی دوم، همون قسمت هواپیما و اینا که خیلی براش جالب بوده و چون که این کارو تو سن پایین کردن خیلی هم معتقدن که اصلا شاید همون باعث شده که این بچه شروع کنه راجع به این چیزا حرف بزنه و شاید واقعا روحش به چیزی انتقال نشده، ولی خب چیزایی که بلد بوده، کلمه‌های تکنیکی که میدونسته خیلی عجیب بوده. خیلی این قضیه رو دوست دارم. حالا یه ذره جالب‌تر هم میشه اونم این که پسر اسمش جیمزه و ادعا میکنه که توی زندگی قبلی هم اسمش جیمز بوده. اسم کشتی هم که ازش مبدأش بوده ازش بلند شده ناتوما بوده و این باعث میشه که مام بابای مثلا برن تحقیق بکنن ببینن که واقعا یه همچین کشتی بوده که میبینن آره یه همچین کشتی بوده و یه خلبانی به اسم جیمز هیوستن بوده که توی پرواز کشته میشه. پس اینا فکر میکنن که پسرشون همونه. پسر همش داشته راجع به این قضیه صحبت میکرده، همش راجبش کابوس زیاد میدیده و همه اینا باعث میشه که اینو ببرن پیش یه دونه روانشناس کودک و این جزء داستاناییه که همه باورش ندارن به خاطر اینکه میگن که ممکنه که خانواده سعی کردن بخوام بچه‌شون رو معروف بکنن و کلا میگم همیشه من اینو توی پادکست میگم که هر موقع بخوان یه چیزی رو بگن که واقعی نیست و بخوان سری مردم بهش فکر نکنن سری میان میگن نه دارن دروغ میگن، مگه ما دیوونه ایم اونا دیوونن، سری میان دیسمیسش میکنن، اصلا نمیذارن که ما حتی بهش یه لحظه هم فکر بکنیم که اینم میتونه یکی از اونا باشه یا اینکه واقعا میتونه چیز الکی باشه. من هنوز قضیه داستان قبلی رو خیلی بیشتر باور دارم به خاطر اینکه اون خیلی به حقیقت نزدیک بود، من اینکه اونم کلا راجبش دروغ گفته باشن، ولی خب داستانش توی خیلی از کتابایی که راجع به این داستانا هستش مثل این که اومده و معمولا محققان نمیان تحقیقای نصف نیمه و الکی بذارن توی کتابایی که توی مطبوعات معتبر راجبشون صحبت میشه و اون یکی از چیزایی که من خودم واقعا باورش دارم و به نظرم کاملا میتونه اتفاق بیفته. ولی این یکی اولش که داشتم داستانشو میخوندم برای خودم خیلی جالب بود تا اینکه مثلا طرز فکر دکترا رو دیدم که داره میگه شاید بچه یه چیزی گفته که شبیه ناتوما بوده. جیمز یه اسم خیلی زیادیه توی آمریکا، اسمی نیستش که ما بگیم اسم خیلی خاصیه که اتفاق نیفتاده، ممکنه بچه یه چیزی همینجوری پرونده اینا هم فکر کردن که بذار ما نسبتش بدیم به این و خیلی اونو واسهش سند ندارن که بخوان بیان باورش بکنن. مدلای دیگه هم هست که یه مادری ادعا میکنه که با بچهش داشته کتابای قدیمی که عکسای هالیوود و اینا داشته برای بچهش میره از کتابخونه میگیره که این خودش یکم عجیبه که خب برای بچت کتابای عکسای قدیمی هالیوود رو گرفتی، ولی میاد اونا رو میگیره شروع میکنه برای بچهش ورق زدن و ادعا میکنه که به یه دهه‌ای که میرسه بچهش خیلی ذوق میکنه و یهو میگه اون منم این همونی هم که من بودم و مامانه میگه که خیلی زیاد راجع به این که این زندگی قبلی داشته صحبت میکرده و همش بچهش دپرس بوده و یکی دلیلی که رفتین کتابا رو گرفتم همین بوده مثلا یکم حواس بچه‌ش رو پرت کنه چیزای جدید با هم دیگه ببینن به خاطر اینکه همش بچه‌ش ناله میکرده و بعد از اینکه عکس اون هنرپیشه رو میبینه توی کتاب، یه هنرپیشه خیلی قدیمی توی عکس سیاه‌سفید شروع میکنه بالا پایین میپره که این منم،
مامانه دوباره برمیگرده که کتابخونه یک کتابی پیدا بکنه راجع به این قضیه، چون خودش اصلا باور نداشته تناسخو. و این کتابی که پیدا میکنه مثل این که آخرش یه دونه نوت بوده از یه دونه محققی که از مادرایی که بچه هاشون از این داستانا دارن درخواست میکنه که بهش زنگ بزنن که این بیاد راجبش واسه کتابش بنویسه. که چقدر برای من ایده جالبی بود که بری توی کتابخونه توی کتابای این مدلی نوت بذاری. البته این خیلی شفاف نبود که یه دونه نوتی بود که اضافه شده بود یا اینکه ته کتاب نوشته بود، ولی به خاطر اینکه نوشته بودن که وقتی توی کتابخونه میبینه که ته کتاب یه نوت یه دکتر هست، من فکر کردم که یه چیزیه که دکتر خودش اضافه گذاشته که اگه یه نفر کتاب این مدلی پیدا کرد، که قشنگ به آدم نشون میده که قبل از اینکه اینترنت باشه مردم چه راههای مختلفی داشتن واسه هم سرگرم کردن خودشون، هم واسه تحقیقاشون. مثلا فکر کن توی کتابخونه توی کتاب تو از مردم درخواست کنی که باهات تماس بگیرن. الان میری تو اینترنت مینویسی، یه پول کمی هم به فیسبوک و اینستاگرام میدی که برات تبلیغش بکنه، تو پیجای همه پخش بشه. حتی میتونی تعیین بکنی که فقط برای مادرها بره یا برای کسایی بره که بچه دارن، گروه سنی، لوکیشن، قشنگ همه چی میتونی تعیین کنی. ولی اون موقع توی همچین سختیایی با هم میرفتن، خیلی بعد راه بیشتری رو میرفتن واسه اینکه بتونن تحقیق بکنن و کتاب بنویسن. که توی یه قسمت کاملا بی ربط اینم که آهنگا واسه همین قبلا بهتر بودن، به خاطر اینکه درست کردن آهنگ هم خیلی خرج داشته، هم خیلی کار سختی بوده، واسه همین هر کسی نمیتونسته آهنگ درست کنه. و اون موقع ها هر کسی که خواننده بوده واقعا هم صدای خیلی خوبی داشته، همین که خیلی آهنگای بهتری سعی می‌کردن تولید کنن. الان راحت میتونن با کامپیوتر همه رو یه دونه ستاره بکنن، خیلی کار سختی واسه شون نیست، که حالا اونم یه پادکست دیگه ایوی نداره. میخوام برسم به آخرین مثالی که دارم واسه این قضیه و اونم داستان دالی لاما هستش. دالی لاما یکی از رهبرای اصلی بودیستای تبت هستش و طبق یه سری از مشکلاتی که با دولت چین داشتن، دالی لاما و تمام فالووراش تبعید میشن به هند و الان توی یه قسمتی از هند دارن زندگی میکنن. و این دالی لامایی که ما الان داریم در واقع لقبه، مثل لقب آیت الله، مثل لقب پوپ. دالی لاما لقبه و اسم این آدم نیست. این دالی لامایی که ما الان داریم 14مین دالی لاما هستش. یعنی تا الان 14 تا دالی لاما بوده و بودیستای تبتی و خیلی از بودیستای دیگه و خیلی از افراد دیگه که به این جور چیزا اعتقاد دارن، از جمله خود من، چون به نظرم خیلی مدرکش منطقیه، اعتقاد دارن که تمام این 14 تا یه نفر بوده، همون یه دونه روحه و همون آدم دوباره هر دفعه برگشته و برای این کار خیلی مدرک و سنت جالبی دارن. دالی لاما کسیه که به بالاترین درجه رسیده، یعنی در واقع به بهترین قسمت شناختن خودش رسیده، همون سلف اورننس رسیده و میتونه بره نیروانا. هر موقع که میخواد بمیره میتونه اینو انتخاب بکنه که بره نیروانا یا دوباره به این دنیا برگرده، که مردم، فالووراش، کسایی که این دین رو دنبال میکنن دوست دارن برگرده، چون بهش احتیاج دارن، به رهبریش احتیاج دارن. به خصوص که این دالی لاما آخریه حتی جایزه نوبل صلح رو برده. جدا؟ بله، چون واقعا به کاراشون اعتقاد دارن، دارماشون رو انجام میدن، همینطوری فقط یه فیگور نیستن واسه دینشون و مردم خیلی دوست دارن که اینا برگردن. و اینطوریه که میگن دالی لاما هر موقع که نخواد برگرده قبلش به مردم میگه، برای همین هر موقع که میمیره مردم میرن دنبالش میگردن. چند سال طول میکشه تا دالی لاما رو پیدا کنن و همیشه دالی لاما رو توی سن خیلی پایینی پیدا میکنن. همونطور که گفتم بچهای سن پایین یادشونه، چون هرچی بزرگتر بشی خاطره های جدیدتری میاد تو ذهنت و تو یادت میره اونا رو. هرچی که تو سنت پایینتره بیشتر یادته که زندگی قبلی چه اتفاقی افتاده. طبق سنتشون دالی لاما رو بعد از اینکه میمیره و میسوزونن میبینن که دودش به کدوم جهت میره و اون قسمتی که دودش میره جزو اولین جاهایی میشه که اینا شروع میکنن دنبال دالی لاما میگردن. یعنی تو شهرهایی که تو اون جهت هست؟ روستا بیشتر، روستاها و شهرهایی که اون اطراف هستش میرن دنبالش میگردن و کلن حواسشون به این هستش که الان دالی لاما و تا از نظر زمانی هم جور در میاد. مثلا گفتیم اون پسره که 3 سالش تموم شده بود وقتی که میرن اونجا مردم میگن آره یه 4 سالی میشه که ندیدیم و کلا از نظر زمانی هم خیلی مهمه و معمولا تا مثلا اینکه تا 5 سال بعد از اینکه دالی لاما بمیره معمولا دالی لاما رو پیدا میکنن. که این دالی لامایی هم که الان داریم سال 1935 میاد توی یه دونه خانواده فقیر توی همون تبت به دنیا میاد
و آدمایی که رده بالا بودن از نظر مذهبی که به اونا هم دوباره همون لاما میگم، مثلا همین دالی لاما، به اونا هم لقب لاما رو میدن ولی فقط یه دونه دالی لاما دارن، یعنی از همه بالاتر، که حالا لاماهای دیگه دنبال این آدم میگردن و یه سری تست و همین کارهای مدلی که کدوم جهت رفته و حالا یه سری سنت‌های خودشونو دارن و یه بچه رو در نظر میگیرن که همین بوده که سال 1935 گفتم الان به دنیا اومده، اینو در نظر میگیرن و خیلی نزدیک میشن و اعتقاد دارن که این آدم دالی لاماه و یه تست فاینال دارن برای اینکه مطمئن بشن این واقعا دالی لاماه یا نه قبل از اینکه ببرنش معبد و بزرگش بکنن. تستشون هم اینه که میان چند تا آیتمای مختلف، چند تا وسیله مختلف میذارن جلوی بچه‌ها و مثلا 5 تا میذارن جلوش، 3 تا از اونها مال خودش بوده و 2 تا دیگه مال اون نبوده، یعنی مال دالی لامای گذشته. آره مال دالی لامای قبلی بوده و این بچه‌ها سریع اونی که مال دالی لامای قبلی بوده میگه این مال منه که مثلا it's mine این مال منه و اینطوری میشه که میفهمن که این همون دالی لاماه، یعنی هنوز تازه 5 سالش شده بوده برمیدارن میبرنش معبد و شروع میکنن بهش یاد میدن که چجوری باید که کیه دیگه، یعنی قشنگ مثل پرنسس‌ها و شاه‌ها که از سنای خیلی پایین میبرن تربیتشون میکنن، اینم توی همون سن خیلی پایین برمیدارن میبرنش و وقتی که 15 سالش میشه اینجور اتفاقایی که با چین، مشکلاتی که با چین داشته شروع میشه و در واقع میخوان که تبت رو از قانون چین دور بکنن و انقدر این مسئله دالی لاما و بودیسم و اینجور چیزا واسه اینا مهمه، برای فرهنگشون بزرگه، که دالی لاما شرط گذاشته که اگه تبت رو راحت نکنین، فریش نکنین از این داستان، من خودم انتخاب میکنم که تو کدوم بدن برگردم و من میتونم تصمیم بگیرم که تو تبت برنگردم و این خیلی چیز بزرگی براشون میتونه باشه که دالی لاما تو تبت برنگرده، چون خب خود ما رو نگاه کن که چقدر کشورمون دین براش مهمه، واقعا مسئله خیلی بزرگی برای خیلی از جاها هستش و حالا یه نفر یکی از این رهبرا پیدا شده و سعی میکنه اینو تو راه صلح استفاده بکنه و مردم عادی رو راحت تر بکنه که دوباره برمیگرده به طرز فکر و طرز زندگیشون که واقعا هیچ چیزی از این دنیا برای خودشون نمیخوان به جز آگاهی کامل و همون سلف اورنس و توتال اورنس و اینکه چجوری بخوان زندگی بکنن که حالا چجوری بخوان به این دنیا برگردن و حتی همین که دالی لاما تصمیم میگیره به این دنیا برگرده یه جورایی یه حرکت فداکاری هم حساب میشه، به خاطر اینکه میتونه بره نیروانا چیزی که همه میخوان بهش برسن و این تصمیم میگیره که دوباره برگرده بیاد مردم رو کمک بکنه که خب خودش میتونه خیلی چیز با ارزشی واسه کسایی که این دین رو دنبال میکنن باشه. خب اینم از آخرین مثالی که داشتم که هم نشون بده که توی دینای خیلی بزرگ چجوری این قضیه ابزرو میشه و همین که توی زندگی روزمره هم اتفاق میفته و اگه یکم آدم بتونه روشن فکر باشه، به حرف بچه گوش بده، ببینه که حالا چی داره میگه و فقط رو حساب این که خواب دیده، فیلم دیده نذاره، شاید واقعا بتونه یه داستان جالبی از توش در بیاره. و طبق معمول همه چی هم میتونه سوء استفاده کننده‌های خودشونو داشته باشه، ولی اینم خیلی جالبه. حالا در کنار اینا مثلا برین تو یوتیوب کلی یا همین توی گوگل هم بزنین عکساش میاد، کلی عکس میاد که مثلا یه نفر توی کتاب تاریخی خیلی قدیمی که فتوکپی جانی دپه یا مثلا فتوکپی هری پاتر، یعنی هنرپیشه هری پاتر دنیل رادکلیف، میان میگن که وای اینا چیزا ریینکارنیشن، که به نظر من معنی نمیده، به خاطر اینکه کل انتقال روح اینه که تو یه نفر دیگه بشی یه آدم دیگه بشی و به نظر من وقتی که میبینیم یه نفر همون شکلیه ولی تو یه دور زمانی دیگه‌ای بوده، به نظر من سفر تو زمانی وسط بوده. اتفاقا من یادمه یه مدت هم حرف این بود که مثلا این بازیکن فوتبال هست مسعود اوزیل شباهت خیلی زیادی داره به فراری. یعنی کسی که فراری رو یا یکی از راننده‌های فراری نمیدونم اشتباه دارم میگم، شاید یه ربطی با فراری داشت. نه اینجور موقعا مثلا به نظر من بهتره بیان همون به سفر در زمان ربطش بدن، به خاطر اینکه انتقال روح یکی از بزرگترین قضیهش همینه. ولی خب هر دینی یه مدلی از خودشو داره دیگه، هر کسی یه مدل جهنم داره. اینا میان میگن که تو اگه کارمای بدی داشته باشی هم این دنیا نتیجهشو میبینی و واقعا من به چشمم خیلی دیدم که کارما میتونه کار کنه. اصطلاحی هم هست که کارما is a bitch and karma can really be a bitch و واقعا به آدم خیلی امید میده و میتونه کمک کنه که خودت هم بهتر زندگی کنی به خاطر خودت، نه به خاطر بقیه. با زندگی بقیه کاری نداری، نمیخوای بری کل شهر رو فرش بکنی، فقط میخوای پای خودت
کفش بکنی که اذیت نشی. و به نظرم یه طرز فکر و اپروچ خیلی خوبیه واسه اینکه حتی خودمونم خیلی بهتر و راحت‌تر و بدون استرس‌تر و بیخیال‌تر زندگی بکنیم، چون که دیگه خودمون رو میایم تو اولویت میذاریم، فقط میایم خودمون رو بهتر میکنیم که به نظرم چیز مثبتیه، یه چیز منفی از توش نمیاد. همین دیگه. تو سوالی نداری؟ چیزی نداری؟ سوال نه، من توی مثالایی که زدین اولیه رو خیلی چسبید، قشنگ حال نیست که اون رو برمی زاشتم آخری. آره اینجوری نیست که من بگم اینو کامل قبول دارم ولی کاملا اوپن هستم، مثلا نمیگم اشتباهه نمیگم غلطه. این موضوع رو خیلی حال کردم، خیلی دوست دارم، واقعا چسبید. دوشه جان. امیدوارم به شما هم چسبیده باشه. تحقیقش هم خیلی به من حال داد. منم اگه بخوام مثلا بهش فکر کنم احساس میکنم که این یکم میتونه طبیعی تر باشه، به خاطر اینکه این نکته‌ای که یادم رفت بهش اشاره کنم اینه که تا حالا شده وقتی یه آدم جدیدی رو میبینی بدون هیچ دلیلی ازش بدت میاد، یعنی اصلا نمیدونی چرا نمیتونی این آدم رو تحمل بکنی. که من هر موقع توی یه همچین موقعیتی قرار میگیرم بیشتر از دست خودم عصبانی میشم، میگم چته تو بدبخت رو نمیشناسی، یا به خصوص اگه یه کسی باشه که اصلا نمیشناسی، مثلا توی اینترنت باشه یا یه چیزی که من هر موقع اینطوری میشم. خیلی از آدمایی هستن که من واقعا نمیشناسم، پروفایلای پابلیک دارم و من بلاکشون کردم چون تو اکسپلور پیجم که میومد واقعا عصبانی میشدم، اصلا انگار که با من یه کار بدی این آدم کرده، یه حس خیلی اینجوری میگرفتم. همچین حالی میشی؟ من اینجوری زیاد میشه، مثلا یه آدمی رو میبینی برای اولین بار دیدمش بعد مثلا کلا دوست ندارم باهاش صحبت کنم، دوست ندارم مثلا ببینم این آدمو، حس بدی بهت میده. بعد میگن خب چرا؟ میگم نمیدونم، مثلا هیچ دلیلی هم ندارم ولی اصلا I don't get a good vibe from him. حالا وقتی که اینطوری میشه میگن که احتمالاً توی زندگی قبلی این آدمو میشناختی و با هم دیگه تجربه خیلی خوبی نداشتی و وقتی که میبینیش روحشو میشناسه، بدناتون همدیگر رو نمیشناسه ولی روحاتون همدیگر رو میشناسه و اون انرژی بده از اونجا میاد. یعنی الکی نیستش، یعنی همش میگن این حس شیشمایی که میگیرین الکی نیست. شما برای همینم مثلا میگن مدیتیت بکن، چون تو هرچی بیشتر مدیتیت بکنی بدون هیچ حواس پرتی قشنگ حواست بازتر میشه، حواست به همه چی جمع میشه، تمام نکته های این مدلی رو میتونی ببینی، تمام چیزای با ارزش رو میبینی و چیزای بی ارزش رو دیگه چشت نمیبینه. و اینم دقیقاً همونه، میگن که تو روحت در جریانه و وقتی که یه نفر به این درجه های خیلی بالا میرسه دیگه نمیگه من چرا از این آدم بدم میاد، خودش میدونه. برعکسش هم هست که تو با یه نفر خیلی حال میکنی، یعنی اصلا یه پارتنری داری یا یه دوستی داری که اصلا انگار واسه همدیگه ساخته شدین و اصلا برای خودتونم جالبه که چرا اینقدر سریع و باحال و طولانی میتونین با همدیگه حال کنین و میام اونم میگن که تو زندگی قبلی یه ربطی به همدیگه داشتین. به خصوص وقتی یکی رو میبینی که همون روز اول خیلی باهاش کلیک میکنی، یعنی اصلا میگی چطور من تو رو تا حالا ندیده بودم، مثلا یعنی چی، اصلا میترسی از این همه تفاهمی که باهاش داری. دقیقاً که همش میگن که تمام آدمایی که الان تو سیرکل شما هستن، تو دور هم شما هستن، کسایی که باهاشون الان در ارتباط داری، تو رابطه اجتماعی باهاشون هستین، کسایی هستن که تو زندگی گذشته هم باهاشون تو رابطه اجتماعی بودین و دوباره همدیگه رو پیدا کردین. وقتی که مثلا میری یه جای دیگه یا دنیای دوست صمیمی پیدا میکنی، این همونی بوده که قبلا با تو دوست بوده و تو دوباره اومدی پیداش کردی. و این قضیه تناسخ فقط به اینکه حالا بعد از اینکه آدم میمیره کجا میره تموم نمیشه و یه سری از فالگیرا و پیشگوهایی هستن که اصلا کارشون اینه که میان سعی میکنن که باهات صحبت کنن، هیپنوتیزم بکنن، کارهای مختلف بکنن و بهت بگن که تو قبلا تو چه دوره‌های زندگی کردی، که هیچ وقت نمیتونن دقیق بهت بگن. هر کی هم بیاد دقیق بهت بگه داره سر تو کلاه میذاره، ولی میتونن بهت دوره بدن. میان بهت میگن که تو روح پیری داری، یعنی از دوره‌های خیلی قبلی زندگی کردی، واسه همین ممکنه که با دنیای قبلی بیشتر حال کنی. وقتی که فیلم‌های قدیمی می‌بینی بیشتر ذوق می‌کنی، با فیلم‌های سیاسی بیشتر ارتباط برقرار می‌کنی، به خاطر اینکه توی اون دوره زندگی کردی، خاطره خوبی داری. بعضی هم هستن که ممکنه تازه باشن، یاد فرندز افتادی؟ آره اتفاقا خوب شد چون تو گفتم تازه خندیدی، you're brand new baby، به خاطر اینکه توی سریال فرندز فیبی خیلی به این قضیه اعتقاد داره و معتقدی که زندگی قبلیش هم یادشه و یه قسمتی که داره تعریف میکنه جوی برمیگرده میگه وای چه باحال که همچین چیزایی یادته، من خیلی دوست داشتم چیزا اینجوری یادم باشه، من چیزی یادم نمیاد از زندگی قبلی.
که فیبی هم میگه معلومه یادت نمیاد چون تو جدید هستی. اولین باره. آره because you're brand new baby or sweetie. حالا مهم نیست. خیلی چیز جالبیه که آدم بخواد بهش فکر بکنه، به خاطر اینکه ممکنه جواب خیلی از سوالا رو به آدم بده. همین که تو میگی وای من چرا انقدر از این بدم میاد، الان من خیلی سریع میگم تو با من چیکار کردی زندگی قبلی که من انقدر تو بدم میاد. سریع یه دونه دلیلی میای براش پیدا میکنی که میگن که اصلا یکی دیگه از پایه‌های همین بودیستی هم همینه که مثلا میگن که اگه توی یه دونه جنگل باشی و یه دونه تیر زهردار بهت بخوره، یه کسی که باهاته سریع میخواد اون تیره رو در بیاره که تو دردت استاپ بشه و اون زهره هم پخش نشه. ولی از چشم بوداها تو باید چند تا سوال بپرسی، بگی این چیه، از چی ساخته شده، چرا به من خورده، چرا به من زدن، کی به من زده. ممکنه که از نظر منطقی کار درستی نباشه ولی طرز فکر بودا اینه، چون باید از همه چی آگاهی داشته باشه، باید سعی کنه همه چی رو بدونه تا اینکه بتونه مستفیض بشه. ایده جالبیه، حالا دین جالبیه. دونستم اصلا چیزی در موردش تا این اکستند نمیدونستم. منم برای خودم جالبه. کلا آدم راجع به یه سری چیزا که اطلاع پیدا میکنه بعداً ممکنه باعث شه که خوشت نیاد ازش و یا اینکه دیگه نخوای راجع بهش چیزی بدونی، ولی این جزء چیزاییه که آدم دوست داره راجع بهش بدونه، چون طرز فکری که داره یکم به نظرم به آدم آرامش میده. کلا یه سری طرز فکرهای مختلفی داره و همین مورد علاقه خودم قضیه اینه که به فکر خودت باش، کار خودتو بکن، کار خودت باشه، خودتو درست کن. خودتو درست کن. که من خیلی اینو دوست دارم و یکی از چیزایی که واقعا اینو برام خیلی جذاب میکنه. کلا اینم از این. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین و گوش دادین. امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه، به تو خوش گذشت. به من خیلی خوش گذشت، خیلی خیلی خیلی. و چیزایی که نمیدونستم در مورد دینای مختلف یه ذره یاد گرفتم. شما هم نظری، پیشنهادی اگه چیزی بود توی اینستاگرام گپ تایم پاد حتما به ما بگین. ما خیلی دوست داریم که اونجا هم بتونیم با شما گپ بزنیم. کامنتاتون رو حواسمون هست، مسیجاتون هم میبینیم. تا قسمت بعدی فعلا لیلیلی خدافظ. حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری‌های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه‌های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.